تخمه این گونه افراد رو که ازشون جمهوری اسلامی و عناصرش مونده میخوام برای شما بگم. دیگه تلفنم جواب نمیدم، نه همراه نه غیر همراه، دوست دشمن هر کس زنگ بزنه پاسخ نخواهم داد. به حسین پررو که از تخمه نجس تازیه و تمام یار و قاراش دراز و کوتاه و همشون میگم که اینم خاموش میکنم که دیگه زیاد این چون نکنی، همونه که صدای زن در میاره همین حسین پرروی نجس این و یار و قاراش. ببین این تلفنم خاموش کنیم که بره پیکارش. بله هر کدوم رو زنگ بزنه خاموش میکنیم، برای اینکه میخوام مطالب جالبی رو امشب برای شما بگم که این کتاب رو من میخوام با شما مقایسه کنم برای شما با مطلبی که من همواره از تاریخ برای شما گفتم. ببینید این کتاب چیه. خط نویسیشون اون وقتی شروع کردن یاد گرفتن اونجوری بوده جزیره العرب قبل الاسلام. خب حالا میبینیم این بخش چرا در تازینامه آیه‌ای میاد که من بارها براتون گفتم که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت امهاتکم التي ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم و ربائبکم التي في حجورکم من نسائکم التي دخلتم بهن. حرام بر شماست مادرتون، دخترتون، خواهرتون، چه میدونم پسر خواهر، دختر خواهرتون، دختر برادرتون، نمیدونم اونی که همشیر شده با شما، همه اینها رو که در تازینامه آمده من بارها برای شما یه چیزی رو گفتم. وقتی این بند از تازینامه رو براتون خوندم که این به اصطلاح قانونی صادر میشه که آقا مادرت، خواهرت، فلان فلان بر تو حرام شد. و بارها به شما گفتم تا اون تاریخی که این بند بخشنامه یا به اصطلاح قانون این چنینی آمده و این قانون رو هم خب میدونیم که سلمان به این حروم لقمه که این تخم ترکه حرام ازش موندن میرسونه، تا اون موقع عرب ها با ننشون، خواهرشون، عمهشون، خالهشون، دخترشون، دختر برادر، دختر خواهر، دختر نمیدونم هر کس که همشیر، همه اینها میخوابیدن. یعنی تخم عرب تا موقعی که این بند رو سلمان به محمد تازی میگه تماما تخم حروم بوده. این سند رو من جلوی شما میگذارم. انواع نکاح در عرب رو میگه. این کتاب هست جزیره العرب قبل الاسلام. یعنی این قانون تا قبل از موقعی است که محمد اربابش سلمان بهش یاد میده که بابا عیب آدم با مامان خودش، با خواهر خودش، با برادر خود، چه میدونم برادر فلان اینا همخوابگی کنه، با پسر، با دختر برادر، دختر خواهر فلان فلان اینا هست. تا زمانی که اینو سلمان بهش میگه اعراب این کارو میکردن و هیچ بعید نیست که محمد و جد و آبایش دقیقا شامل این قانونن. یعنی محمد شاید بچه دایی خودش باشه، شکی نداره، شاید بچه برادرزاده خودش باشه، شاید بچه خاله خودش باشه، چه میدونم بچه هر خری میتونه باشه، بجز اینی که حلال به این شیوهی که بعدها این قانون میاد در تازینامه سلمان صادرش میکنه. خود محمد و علی و تمام ایل تبارش همینجوری بودن. ببینید، یک، نکاح تعدد الازواج بالنسبه للمرأه، یعنی ازدواج تعدد همسر، یعنی یک زنی میتونسته همسران متعدد داشته باشه. باز هم اجازه بدید من
اگر اون دوربین یک لحظه، من جای خودم رو ترک میکنم، اون دوربین رو باز کنم. خب هو شکل من زواج جماعی، یعنی نمونه از ازدواج دست جمعیه. و ذلك ان یجتمع الرحت ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها أية عن رد منها فتواتو بينهم و بينهم. یعنی دست جمعی مردان میتونستن با یک زنی باشن، اسمش هم میذاشتن ازدواج دست جمعی. حالا اسمش ازدواج هم نبود، بالاخره حالا این دیگه ازدواج یعنی جفت شدن، زوج یعنی جفت، یعنی جفتگیری کردن دست جمعی. این یک. فاذا حملت و وضعت و مرت لیال بعد ان تضع حملها، وقتی حامله میشه و به دنیا میاره و فلان، ارسلت علیهم فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع حتی یجتمع عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك یا فلان. در اینجا این حق با زن بوده در ازدواج دست جمعی که وقتی حامله میشد خب معلوم نبود که کیه دیگه، ازدواج 10 نفر در یه ساعت اومدن با این زن. بچه رو وقتی به دنیا می اومد خودش به میل خودش به هر کدوم میداد، این مال تو دیگه، این بچه توه. فیلحق به ولدها لا یستطیع ان یمتنع، اولاد به او ملحق میشد و نمیتونست ازش امتناع کنه. به لا یستطیع ان یمتنع به الرجل، مرد نمیتونست از این بچه‌ای که زن فرسته بود، زنه با 20 تا 100 تا خوابیده بود و حامله شده بود، بچه رو میفرستاد. محمد هم یکی از همین است. محمد و جدادش همینا بودن دیگه. این حرومزادایی هم که میان زنگ میزنن از همین تخمه ها هستن. این رو من ایرانی، ملت ایران ننوشتم، این رو خود عربه نوشته، گذشته و پیشینیانشو تا پیش از این که اون آیه رو یا اون بند رو سلمان به محمد آموزش میده که آقا چیبه که طرف با ننش بخوابه، با خواهرش بخوابه، با عمش بخوابه، با خالش بخوابه، اینا زشته، منعش کن. که اون وقت بعد از تازه 40 سالگی محمد این آیه میاد که در 40-50 سالگیش میاد که آقا با مادراتون، با خالهاتون، با عمهاتون، با خواهراتون نخوابید. ولی این ملت که اون اشرار آدم کش ازش به وجود میاد، این چنین نظامی داشته. این یکیش. دو، الثانی نکاح المتعه، ازدواج متعه. حالا هو الزواج الی اجل، یعنی ازدواج تاریخ داره. میگه خودش در اینجا میگه این یک قانون عرب بدو بوده که حالا امروز آخوندها در ایران این قانون رو باب کردن برای ما. درست گوش کنید. و یبدو ان نکاح المتعه کان من عادات العرب و واسع الانتشار فی الجاهلیه. ببینید، یعنی این نوع متعه که همین صیغه است که امروز در ایران آخوندها رواج دادن، میگه یبدو ان نکاح المتعه کان من عادات العرب و واسع الانتشار فی الجاهلیه. این ازدواج متعه از عادتها و تقالید و آداب و رسوم عرب جاهلیت بود و بسیار هم منتشر بود. حالا اینها نگاه کنید، تقصیر من نیست تا اگر آخونده اومدن صیغه در کشور ما باب کردن، این هم یکی از سنت های جاهلیت. نگاه کنید، براش شاهد تازینامه‌ای هم میاره، یعنی فما استطعتم به منهن فاتوهن اجورهن، که دستمزدشون رو بهشون بدید. این متعه ها رو همون صیغه است که امروز رژیم ننگین ناجمهوری ایران اسلامی در جامعه ما ساخته و میگه للفقها فی الاسلام بحث فی المتعه.
برای این فقیهان یعنی آگاهان اسلام بحث هست در مورد متعه، از لا تزال معروف فی بعض المذاهب، و همچنین از همون دوران جاهلیت در بعضی از مذاهب معروف و موندگار صیغه که از جمله در کثیف‌ترین مذهب اسلام شیعه این پابرجاست. من دوافع هذا الزواج و تنقل الاسفار و الحروب، میگه به خاطر اون جنگا و فلان اینا بود، حیث یضطر المرء الى الاقتران به امرأة لاجل معین علی الصداق، در مقابل پولی که میگرفت تا یک زمان معینی این زن با اون مرد به خاطر جنگا و فلان اینا عدم امکانات سکسی میمون باش. فاذا انتهى الاجل، وقتی که زمانش تمام میشد، انفسخ العقد، قرارداد فسخ میشد، یعنی خرید و فروش در حقیقت. این هم یه نوع ازدواجه. البته خیلی مفصل، من میره سراغ این که نویسنده لاتینی امیانوس مارسیلینیوس اینجوری نوشته که ان العرب جاهلیه لم تكن تعرف زواجا مستمرا تربط فيها المرأة مع رجل معین. نوشته که عرب در دوران جاهلیه یعنی پیش از اسلام نمیدونست ازدواج دائم چیه و خودشو به زن مرتبط نمیکرد، همینجوری زن یه بدبختی بوده. امروز هم در جهان اسلام همونطوره. در این عربستان سعودی باور کنید، من 2 تا از شاهزاده خانم های سعودی رو در مصر رو دیدم و روان شاد یکی از ایرانیانی بود که اونجا در خلیج فارس زندگی میکرد، امیری او هم بود. یکی از اینها در جشنواره اسکندریه با من آشنا شد و شدیداً هم به من علاقه‌مند شده بود و منم فرار میکردم راستش، برای اینکه میترسیدم خودم رو بچسبونم به اینها. خطرناک بودن. داستان اون موت الامیره و این چیزها رو من شنیده بودم، فیلمم ساخته بودن که یک شاهزاده اومده بود و خلاصه روابط پیدا کرده بود اینها. در نتیجه من خیلی فاصله میگرفتم. اینها از محرومیت های صحبت میکردن و به همین دلیل شما در همین لندن منطقه‌ای هست به نام میداول و نمیدونم کوینزوی. این منطقه شما میرید زنان عربی رو میبینید که 1000 به تمام زنان انگلیسی و ایتالیایی و اون ولگرده چه میدونم برزیلی و من برزیلی و اینا همه گفتن برو وارو واکن که ما اومدیم. این محرومیت ها همه در اثر شرایط فرهنگیشونه براشون. بعد از این متعه که زمانی داره وقتی که تموم شد میگه فاذا انتهى الاجل، زمانی که وقتش تموم میشه انفسخ العقد، قرارداد تموم میشه، قرارداد فسخ میشه. یعنی آدما مثلا فرض کنید در جنگل یه شیر نری میاد یه ماده شیر رو میبینه باش نزدیک میشه و بعد هم اگه یه ماده شیر دیگه رو داد دید اینو ول میکنه میره سراغ اون. یک خرسی، یک گاو وحشی، در گاوها بیشتر این خاصیت هست که در عرب بوده. بعد میاد میگه که آقای امیانوس مارسیلینوس این چنین گفته که بله عرب مقیدی به این نبود که خودش رو مربوط کنه ببنده به یه زن، همینجوری با پوزش بازار آزاد استفاده میکرد. این حسین پرروها و این جانوران اطرافش همه بچه های اون بازار آزاد هستن. اومدن حالا توی اروپا و یه عدهشون بزرگ شده سازمان های تروریستی همین آقایون اروپایی ها هستن، حالا یا در انگلستان یا در فرانسه یا در آلمان، هر کجا اینا بزرگ شده اینجا هستن. بعد میاد سراغ نکاح زواق. من دونه دونه انواع ازدواج رو براتون میگم در عربی که تا پیش از اون آیه‌ای که محمد میگه تا پیش از اون همه اعراب حرامزاده بودن و محمد بدون تردید حرامزاده بود. اگر حرامزاده نبود این همه شریر و جنایتکار نمیشد و پیروانش این همه شریر و جنایتکار نمیشدن که بیان به یک بانویی که داره کارش انجام میده
با ادب داره صحبت میکنه، چیزی نمیگه، بیادبی نکرده، آمده درود میفرسته. یارو زنگ که میزنه ایشون با درود بر شما انجمن پادشاهی بفرمایید، درود بر شما، او از اون ور دشنام میده. تفاوت این دو فرهنگه. اونی که این دشنام رو میده از تخمه همین نکاح های شیوه عربیه. نکاح هم با پوزش مصدرش در عرب سره از نیکاه اومده. با پوزش بسیار اجازه بدید براتون واژه است روشنش بکنم. فعل جماع در عربی رو بهش میگن نیک، یعنی انجام این کار رو، کردن این کار رو بهش میگن نیک. و این نیکاه بوده در اول و تبدیل شده در اثر کثرت استعمال به نکاح. و اون مصدرش مصدر، من تا امشب چندین بار میخواستم برای شما واژه نکاح رو بگم که انکحتو و نکاح و نکاح کردن یعنی چه؟ همون فعل. اجازه میدید بچه ها گوش نکنن، من برای بزرگان باید بگم. شما با پوزش بسیار اجازه بدید بگم، یعنی من به راستی نمیخوام بگم ولی باید این مطالبی رو بگم بچه های کشورم بدونم. وقتی که یک مرد و زنی میگن بیا چیکار بکنیم، بیا بکنیم، این در عربی این فعل رو بهش میگن نیک، با پوزش بسیار. فعل نکاح این نیکاه بوده که برای این که یک خورده حالت اون نیک رو که واژه بسیار زشتی است در عرب اینها بکوبن، آمدن نکاحش کردن، یه رو برداشتن کسره براش گذاشتن. در ادب سره عرب نیکاهه که همون نیک یعنی فعل عمل جنسی انجام دادن. بعد میگه نکاح زواق. دو نوع نکاح رو براتون گفتم، یکی نکاح متعه، یکی نکاح تعدد ازواج رو که زن میتونست مردای زیادی داشته باشه، آخر سرم میومد بچه رو به هر کدوم که میداد او حق نداشت رد بکنه، میگرفت ازش. دومی اون بود که زن برای یک مدت خودشو میفروخت به مرد، مثل قانون جنگل که امروز هم رژیم در درون میهن ما به خاطر فقر بسیار این رو رایج کرده. مرحله سوم نکاح زواقه، یعنی همون عمل جنسی انجام دادن که نامش هست زواق. خب این هم نکاح زواق. حالا ببینیم نکاح زواق چیه. اینا تا پیش از اون آیه است که سلمان به شاگردش میگه اینو بیار که این همه مصیبت، اینا این تخم حروم های عرب اینها دنیا رو میبلعن، خراب میکنن. میگه وقد عرف هذا النکاح بانه کان یعقد من دون شروط، این نوع ازدواج بدون شرط قرار گذاشته میشد. و یحل من نفسه اذا اراد احد الطرفین متى لم یعد یجد فیه لذة و ارتیاحا. این مال این بود که اگه دو نفر با هم بودن، هر وقتی که این زواق از ذائقه یعنی ذوقیه با هم قرار میذاشتن که هر وقت این یکی از رویش خوشش نیامد لم یجد فیه لذة و ارتیاحا و الیه میلا و انعطافا، میل و انعطافی و لذتی در اون طرف نمیدید، میگه با برو پی کارت دیگه. فقد روى عن ام خارجه انها جامعت اكثر من 40 رجل من 20 قبیله. عجب داستانیه. میگه ام خارجه روایت شده ازش که انها جامعت اکثر من 40 رجلا من 20 قبیله، که ایشون همخوابگی کرد این خانوم با بیش از 40 مرد از 20 قبیله. خب با بیش از 40 مرد از 20 قبیله نزدیکی کرد. این کتاب رو مطمئن باشید در ایرانی نمی صرفه که
رژیمی که آمده دوره ساسانی و اشکانی و هخامنشی و پیشدادی و کیانی و مادی ما رو نفی میکنه، میگه اصلا مادها وجود نداشتن، برای این رژیم ننگین اصلا نمیصرفه که بیاد این مطالب رو در جامعه ایرانی به عنوان آگاهی بده. اینا آگاهیه، ولی ما میگیم گفتن این قانون و مرام و مذهب و دین عرب رو به صورت یک، به قول ما لورایش میگیم خرزخل، یعنی سرگین الاغ در میاره. ما به سرگین الاغ به زبان لوری میگیم، بس چی میگیم خرزخل. هی او خرزخل ای اسلام. بله، میگه که در این نکاح زواق اون موقعی که متى لم یجد فیه لذه و ارتیاح، که درش لذتی پیدا نمیکنه و راحت نیست ازش، خوشش نمیاد، میل و انعطافی نداره، بای بای. فقط روى عن ام خارجه، در حقیقت روایت شده است از این خانم ام خارجه، انها جامعت اکثر من 40 رجلا من 20 قبیلا. این خانم با بیش از 40 مرد از 20 قبیله همخوابگی کرد. قبیلا و نیفا من آباء المتفرقین، که اونها هم خود اونهایی که با این نزدیکی کرده بودن، اونها هم باباشون معلوم نبود کی بود آخه. فکان یعطیها الخاطب فیقول خطب فتجیب نکح. اون کسی که میخواست اینا میمد میگفت که خاطب، اونم جواب میداد نکح، یعنی من رو فلان کن. نیکح، نیک، یعنی من رو فلان کن. وقد ضرب المثل فقیل اسرع من نکاح ام خارجه. کاری نداریم، یک مثال اینجوری هم برای ما میده. و کان نکاح زواق او النکاح الى اجل شائعا فی بعض القبائل المتوحشه. در میان قبایل متوحشه شیوع داشتین، بسیار زیاد بود. حالا میاد میچسبونتش به این که میگه در آمریکای شمالی هم این نوع چیزها هست. حالا در قبیله هورون میگه اینجوری هست. حالا میخواد برای خودش مشروعیت، حالا چه ربطی داره؟ اونا مگه ملت های خیلی متمدنی هستن؟ اونا کشوری هستن، کشورشون هستن 200 سال هم عمر نداره. بعد میاد شماره 4 نکاح الاستیضاح. ببینید اینا. حالا برای اینکه من یکی همه اینا رو برای دوستان و فرزندانم میگم و بچه های من در ایران اینها رو، این هم نکاح استیضاح حالا چیه؟ یعنی همخوابگی به، که این رو نامش رو گذاشتن استبداع. ببخشید، استبداع. کل رجل یقول لامرأته اذا طهرت من تمتها ای حیدها، یعنی وقتی که زنش از اون حالت قاعدگی ماهانه خارج میشد، بهش میگفت ارسلی الی فلان احد الاشراف او الزعماء فاستبضعی منه، برو پیش فلان آدم اشراف و داراها، از اونا حامل شو. مثلا افتخارش این بوده که آیا معلوم نیست محمد تازی از کدوم یکی استبداع شده، که برو پیش فلان طایفه فلان کس استبدعی منه، ای معناش اینه که ای اطلبی منه جماع، ازش همخوابگی بخواب. برو پیش اون آقای سرقبیله و سردسته اون قبیله، اطلبی منه جماع. براتون اینا رو من اول میذارم جلوی دوربین که ببینید، من این واژه رو براتون میخونم. از اون سردسته قبیله، سرگروه، چندان فلان کله گنده بخواه که باید همخوابگی کنه. لتحملی منه و المبادعه، یعنی همخوابگی کن و ازش
و المبادعه المجامعه مشتق من البدع و هو الفرج و یعتزلها زوجها. بعد از اینکه همخوابگی میکرد اون همسرش دیگه کاری باش نداشت، جدا نمیشد ازش، یعتزل یعنی معزولش میکرد، کنارگیری میکرد ازش. ولا یمسها ابدا حتی یتبین حملها، دست بهش نمیزد، اینو میفرستاد پیش یارو حامله بشه، اما خب معلوم مطمئن نبود که حامله میشه دیگه، دست بهش نمیزد، مدتی نزدیک نمیشد با این زن تا این کاملا روشن بشه که این زن حامله شده. حتی یتبین حملها من ذلک الرجل الذی تستبدع منه، این مردی که این ازدواج استبداع رو کرده، یعنی همخوابگی به خاطر اینکه اون مردی از قبیله مهم یا آدم کله‌گنده است، نه به خاطر میراثش ها، چون عربه. محمد از همین بچهای استبداع بوده، علی هم همینطور. اینا خانواده نداشتن، خانواده رو بعدن ایرانی ها براشون درست کردن، آخوندهای حرومزاده برای اینا درست کردن. خود تازی‌نامه مصدر این همه تاریخ کثیف این هاست. آقا من با حضرت عباس من ننوشتمش، حسین پر رو، بچه پر رو، به جان ننت من ننوشتم، به جون اون همسرت که بدون فکر ما شبا خوابش نمیبره. خودت گفتی ها، من بهش درود میفرستم، درود به همسرت، به جون خودمون که میدونم تو گفتی به من خیلی علاقه‌منده، منم به همین دلیل حسین پر رو بهش خیلی علاقه‌مندم، من احترام متقابل میذارم. خودت گفتی شباب تا برنامه شما رو کامل گوش نکنه نمیخوابه. من از راه دور میبوسمش، همسر تو. خوشت اومد حسین پر رو؟ حالا میخوای دوباره زنگ بزنی به بانو روزیتا و هر کاری میخوای بکنی بکن. بله، خلاصه این نوع دیگر ازدواج اینه که آقا زنش رو میفرستاد پیش احد الاشراف او از زعما، یکی از اشراف یا از سرکردگان، تا با او بخوابه. بعد خودش مدتی دست بهش نمیزد تا این بچه به دنیا بیاد، معلوم بشه. فاذا تبین حملها اصابها زوجها اذا احب و انما یفعل ذلک. حالا چرا این کارو میکرد؟ و انما یفعل ذلک رغبتا فی نجابت الولد. یعنی زنیشو میفرستاد یکی از اشراف و سرکرده ها باش بخوابه، بچه دار بشه، برای اینکه دنبال بچه به اصطلاح نجیب میگشت. یعنی عرب خودش نمیتونست برای خودش بچه نجیب درست کنه. محمد یکی از همین استبداعی هاست، تردیدی نداشته باشید، جنایتکار بودنش، فتواهاش، یورشهاش به ملت‌های، به مردم بیگناه، یورشهاش به قبایلی که اصلا باش کار نداشتن، دزدی‌هاش، تجاوزش به ناموس مردم، بدون تردید که از این بچه‌های استبداع بوده. بله، و ینسب الولید علیه. و خلاصه خوشحال بود که زنش رفته باشه سردسته گروهی، سرگروهی خوابیده و بچه دار شده ازش و حالا بچه اسمش مال اینه، اما بچه اون یاروه. اینم و ابن فی النکاح الاستداء کان الرجل يرخص لامرأته ان تجامع احد اشراف القوم او غیر من اهل القوة و النجابه. این رو اجازه میداد خلاصه مرد به زنش که بره با یکی از اشراف و سردستگان قوم بخوابه و براش بچه درست کنه. اینم البته خیلی مفصله، من دیگه حالا فلان کس چی گفته و رب المیدان حکایات ضرب فیها المثل بالاستبداء منها ان امرأة رأت جاریة ابن الصليب و کان رجلا وسیما فمكنته من نفسها و حملت منه فلما علمت امها لامتها ثم رأت جمال جاریه فعذرت ابنتها و قالت فلان. یه زنی رفت و پیش فلان و مادرش بهش سرزنش کرد که چرا رفتی پیش اون فلان حامله شدی، و بعد وقتی
دید اون مرد وسیم بود، یعنی خوشگل بود، خوشهیکل بود، اینو چیکار کرد؟ بعد وقتی دید من بله و قالت خلاصه جمال جاریه فعذرت ابنتها، وقتی جمال اون به اصطلاح مرد رو دید که مرد خوش هیکل و زیبایی بوده، از زنش از دخترش معذرت خواهی کرد که چرا بهش اعتراض کرده. این هم نکاح استبداع بود که بدون تردید محمد یا علی هر دو و باباهاشون ابو طالب همه از همین نکاح ها به دنیا اومدن. چرا؟ چون قانون منع این نکاح در سن 50 سالگی محمد میاد. یعنی این گونه نکاح ها وجود داشته و اینکه در تازینامه میگه و اتوهن اجورهن بالمعروف، همینه، یعنی پولشون رو بهشون بدید وقتی میخوابید باشون. بعد میاد سراغ نکاح الخدن یا خدن و هو اتخاذ اخلاء فی السر، اینم نکاح الخدن. بهتون گفتم امشب برنامه مطالب جالبی رو براتون میگم، سر شب نگفتم، گفتم دیگه از این جالبتر چی میخواستید بدونید. بعد حالا میریم سراغ اون آیه که بعد آقا بعد از همه اینها در سن 50 سالگی محمد این آیه میاد که بابا با مادر و خواهر و خاله و عمه و نمم دختر برادر دختر خاله و اینها نخوابید. تا اون موقع این کارا باب بود و محمد هم جزء همین خانواده است و از همین هم خوابگی ها به دنیا اومد. علیش هم همینطور، ابو طالبش هم همینطور، همشون همینطور. این قافله‌ای بوده در یک چنین جامعه‌ای با یک چنین قوانینی، به خصوص که محمد که باباش هم یتیم شد و فلان، اینا معلوم نیست اصلا از کدوم استبداع بوده. حالا اتخاذ اخلاء فی السر که ان یتخذ رجل صدیق له، مرد برای خودش دوست میگیره، او تتخذ المرأة صدیقا لها، یعنی با اینکه یا زن برای خودش یه دوست میگیره. و یتم نکاح الخدن به تراد و اتفاق بین طرفین، و این ازدواج خدن با رضایت طرفین صورت میگیره چون دوست گرفتنه. هی من اتخذ صدیقا واحدا، هی من اتخذت صدیقا واحدا که فقط یه دوست میگیره. وقد اشیر الیه فی قرآن کریم و اتوهن اجورهن، در قرآن هم میگه که دستمزدشون رو بهشون بدید. به دوستی میگیرن فقط و باید مزدم بدن برای این دوستی. اما میگه که فنکاح الخدن فی نظر القرآن و المفسرین شکل من اشکال زنا فی الجاهلیه. حالا چرا؟ چون این قضیه امروز در غرب هم اومده و در غرب خب دوست پسر دوست دختر میگیرن. میگه این از دیدگاه مفسرین و به اصطلاح این خدن، این نکاح اینجوری که دوست گرفتن هستش، این از نظر مفسرین شکلی از اشکال زناست، زنایی که در جاهلیه بوده. فقط برد فی تفسیر المنار از زنا الخاص السری هو ان یکون للمرأة خدن یزنی بها سرا، که یعنی برای زن دوست پسری باشه و یزنی بها سرا، باش پنهانی زنا بکنه. این رو به حساب زنا گذاشته دیگه. حالا برای اینکه این چون این کاریست که اون موقع عرب ها میکردن، حالا خب غربی ها هم این کار رو انجام میدن، از گذشته دور این سنتشون بوده. اصلا دوست میگرفتن، به جای اینکه ازدواج بکنن قضیه رو در همون دوستی خاتمه میدادن. بعد میاد ششمی میشه المدامده من الضمد. این هم نوع ازدواج مدامده. بفرمایید. خب این هم ازدواج نوع
من الضمد و هو ان تتخذ المرأة ذات زوج خلیلا غیر زوجها. خیلی جالبه. اینم مال موقعی است که زن به جز همسرش یه همسر دیگه میگیره. اینا سنت هایی بوده که حالا این درازگوش، من چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه این درازگوش زنازاده نجس زاده و اون بچه توده‌ای که میاد تاریخ ایران رو میخواد همه رو نفی کنه، بره تاریخ پدری تازیشو بخونه. این حرومزاده به شما هم نشون دادم، ببینید این کتابه. خوبه؟ بله. میایم سراغ المضامد من الضمد که معناش میکنه هو ان تتخذ المرأة ذات زوج خلیلا غیر زوجها. یک زنی که شوهر داره میتونه یک خلیل، یک یار، یک دوست، یک همخوابه غیر همسر خودش بگیره، او خلیلین یا دوتا و اکثر یا بیشتر. عرب دیگه. محمد مامانش همین کارو کرده. این حرومزاده هایی که امروز تو کشور ما موندن و هیچ ثباتی در ایرانیت و انسانیت ندارن، مثل حسین پرروها که اون فکسو که من برای شما خوندم میگه این حرامزاده کثیف این در زندان برادر این دختر ایرانی رو کشته و کاملا مشخصات گفته بود و در زندان بدنهای زندانی ها رو تیکه تیکه میکنه این حرومزاده. خب این باید از همین به اصطلاح مضامده باشه مامانش دیگه. مامانجونش از همین اهل زنان امرأت المضامد ضمد باشه، من از ضمد باشه. یعنی مامانش علاوه بر باباش چند تای دیگه هم ذات زوج، این مامانی که همسر داره مال این آقا که همسر داره خلیلا غیر زوجها، یعنی یه مرد دیگه غیر همسرش رو بگیره، او خلیلین یا دوتا و اکثر یا بیشتر. و فی الجاهلیه العربیه کانت المضامد تطلق على معاشرة المرأة لغیر زوجها. واژه المضامده در دوره جاهلیت، در پیش از اینکه اون آیه میاد در تازی‌نامه، تا اون موقع جاهلیته. وقتی اون آیه میاد دیگه آگاهیت میشه. ببینید میگه در اون موقع تطلق، این اطلاق میشد علی معاشرة المرأة لغیر زوجها. این واژه مضامده به معاشرت و همخوابی زنی به غیر شوهر خودش اطلاق میشد. و کانت تلجا علیها نساء القبائل الفقیره ایام القحط. حالا اسم میذاره که زنان قبایل فقیر موقعی که چیزی گیرشون نمیومد میرفتن با مردای دیگه میخوابیدن، برای آقا پول میوردن. این کار در کشورهای عربی فقیر امروز هم بابه و در اسلامی دیگه در ایران ما هم شوربختانه این کارو کردن. یعنی زن ایرانی همسر داره، بچه داره، ولی میره خودشو میفروشه برای اینکه لقمه نانی بیاره توی خونه و اون همسر بیغیرتش هم خب پا نمیشه، به جای اینکه زنش رو بفرسته این کارو بکنه یه چیز به خودش ببنده، اونجایی که این شیپیشک میاد بره بنگ بخوره بهش، هم خودش رو خلاص کنه، همون شیپیشک رو و هم شر این جانورها رو از سر مردم ایران بکنه. خلاصه و تقصیر اینجا میندازه به گردن فقر. 7 نکاح البدل. این هم میریم حالا سراغ نکاح البدل. ببینید خب پوزش میخوام از اینی که گاهی تصویر ما میپره، از این دوربین به اون دوربین که میشی میخورده جفتک میندازه، ولی خب اینا صفحاتش این کتابش رو هر کی میخواد. من کلی شد که حالا ما وقت نداریم که همه اینو خاله فلان هم اینجوری رفت این کار کرد و جاریه خانم 40 تا مرد داشت و 20 تاش از 20 قبیله بود فلان. اینا رو ما اصولش رو برای هم میهنان میگیم زیرا که هدفی بالاتر و بالاتر بریم میخوایم بهش برسیم. بعد نکاح بدل میگه کان رجل فی الجاهلیه العربیه یقول للرجل انزل لی عن امرأتك انزل لك عن امرأتی. این ازدواج
بدلی بود. بدل یعنی یعنی به اصطلاح میگه مرد به مرد دیگری میگفت که زن تو من بده، من زنم به تو بدم. اینا همه تمدن عربی ها. انزلی عن امرأتک انزلک عن امرأتی، از زنت تنازل کن، زن تو به من بده، منم زنم میدم به تو. او بادلنی به امرأتک ابادلک به امرأتی، یا تبدیل میکنیم، من زنم میدم به تو، تو زن تو بده به من. و عادت تبادل الزوجات كانت معروفة أيضا عند بعض القبائل الأفريقية و عند سکان جزر الهوایی. میخواد یه خورده حالا ماسمالیش بکنه که این در بعضی از قبایل آفریقایی هم این مبادله زن وجود داشته و برخی از ساکنین جزیره های هوایی هم این بوده. خب میریم سراغ هشتمین مرحله. هشتمین مرحله نکاح شغار. شغار اینم نکاح که من امیدوارم معنی نکاح رو وقتی واژه درستش رو براتون گفتم، مصدری که از کجا آمده رو گفتم، امیدوارم شما بهش توجه داشته باشید. نکاح شغار شکل من نکاح البدل، اون هم نمونه است، شکلی از اشکال همون نکاح البدله که مرد و زن، این مرد به اون میگفت بیا به زن منو بگیر، من زن تو رو میگیرم، با هم عوض بدل کنیم. و هو ان یزوج الرجل ابنته علی ان یزوج الاخر ابنته لیس بینهما صداق. این دخترشو میداد به اون مرده به شرط اینکه اونم دخترشو بده به این، مهریه ندن دیگه. یعنی دخترشو جای مهریه میداد به اون، اونم دخترشو جای مهریه میداد به این. درست توجه کنید. هو ان یزوج الرجل ابنته علی ان یزوج الاخر ابنته لیس بینهما صداق. یعنی این آقا دخترشو میده به اون آقا، صداق ازش نمیگیره، به جای صداق چی میگیره ازش؟ به جای مهریه دختر اونو میگیره. اونم برعکس همین کارو میکنه. اینم و غیر البنات مع الاخوات و بنات الاخ کالبنات فی ذلک، و غیر دختر شخصی خودش با دختر برادر و دختر خواهرش هم این کار رو میتونست انجام بده و مبادله کنه. و عرف بعدهم شغار به کسر شین، یعنی برخی همین شغار رو به همین واژه‌ای که من تلفظ میکنم با کسره‌ای که در زیر شین گذاشته میشه، یعنی شغار و شغار نیست، شغاره. نکاح فی الجاهلیه، این شغار ازدواج در عصر جاهلیه است. و هو ان تزوج الرجل امرأة ما کانت علی ان یزوجک اخرى بغیر مهر. همین. و خص بعضهم به القرائب، اختصاص دادن بعضی ها این رو به نزدیکان. یعنی ممکن بود که آدمای دور هم این کارو بکنن، ولی خب اختصاصش دادن به نزدیکان. لا یکون الشغار الا ان تنکحو ولیتک علی ان ینکحک ولیته. همون کسی رو که تو ولیش هستی بده به این، اونم کسی رو که ولیشه بده به این یکی. و کان الرجل یقول للرجل شاغرنی ای زوجتی اختک او بنتک او من تلا امرها حتی ازوجک اختی او بنتی او من الا امرها. همون مبادله رو که در اون جایی که میرفت زنشو میگو بد میدم، اینجا روی خواهر میگه، روی خواهر و خواهرزاده و نزدیکان میگه. مرد میرفت میگو و کان الرجل یقول للرجل، مرد به اون مرد دیگه میگفت شاغرنی، همون بیا شغار بکنیم. بله، ای زوجتی اختک او بنتک، یا خواهرت یا دخترتو بده ما خواهر دخترمون میدیم به تو. بله. ولا یکون بینهما مهر، اینو به جای مهر میگذاشتن. و قد نهى الاسلام عن هذا شکل من الزواج لا شغار فی الاسلام. یه اسلام این نوع زواج رو هم کنار گذاشت. بله دیگه اون آیه که میاد، اون آیه تحریم که حرمت علیکم امهاتکم، نمیدونم اخواتکم بنات
خالاتکم، عماتکم، بنات الاخ، بنات الاخت، از این حرفا، اون آیه یا اون بخشنامه‌ای که میاد این قوانین رو پس میزنه. این فرمان سلمانی که حالا میخواد شکل بده به این عرب ها و میخواد قشون بسازه. بعد از این میاد سراغ زواج المقت یا مقت. اینم شماره 9. حالا ببینیم انواع این ازدواج ها بسیار زیاده در عرب. اینا مال عرب هست دیگه. حالا بجز اظهار نظر این حرومزاده ها در مورد گذشتگان ما، شما در هیچ کجای تاریخ نمیتونید ببینید که ایرانی ها این چنین لجام گسیختگی رو و بی‌حرمتی رو نسبت به زن داشتن. پادشاهان ایرانی زن بودن، مرزبانان ایرانی زن بودن. ببینید این هم خوب دیدید که هو ان یتزوج الرجل زوجة ابیه که جزء من میراثه. این هم اینطوری بود که مرد به عنوان بخشی از میراثش با همسر پدرش ازدواج میکرد. وقد تناوب 3 من بنی قیس ابن ثعلبه، 3 نفر از قبیله بنی قیس ثعلبه این کار کردن. امرأت ابیهم فعیرهم ذلك اوس ابن حجر التمیمی ويبدو ان هذا الشكل من الزواج كان ممقوتا من الاکثریه. این در میان اکثریت بود. و فی یثرب کان الوارث اذا لم یکن للمتوفی ابناء او اخوه یلقی صلب على المرأة فتكون اندائز فی ملک انشاء تزوجها و انشاء اضلها ای منها. بله این تصویر ما که بعد میبینیم که تازینامه این رمبازمند میکنه ولا تنکحوا ما نکح آباءکم من النساء که دقیقا در تازینامه میاد. بعد میاد سراغ زواج سبی. سبی رو البته من بارها و بارها برای شما معنا کردم، چون ما ایرانی ها سبی شدیم، یعنی اسرای گرفتار تازی آمده. خب حالا سبی چیه؟ دقیقا میبینید که من وقتی بهتون میگم سبی، اسیران و زنانی که در جنگ ها به اسارت در میان اونا رو بهشون سبی میگفتن. عموما اسیر، حالا یا زن یا مرد، اسیر رو بهش سبی میگفتن. کما اینکه بهزاد هم سبی بوده، پدرش هم اسیر بوده. و هو حق المحاربین المنتصرین فی النساء المحاربین المغلوبین. خیلی حق جالبیه. این حق جنگجوی پیروز بود که زن جنگجوی شکست خورده رو مال خودش بکنه. کاری که محمد میکرد. ببینید درست توجه داشته باشید وقتی میگم محمد حرامزاده بوده، یعنی از قوانین دیگر شامل حالش میشده، اما در زندگی خودش هر اسیری رو کشت. در زندگی شخصیش این آدم هر کسی رو که کشت، هر رئیس قبیله رو که کشت، دخترشو گرفت. پس ببینید این قانون بدو رو محمد به کار میگرفته. این در حالی که پیغمبرم شده بود این کار رو میکرد. و هو حق المحاربین المنتصرین فی نساء المحاربین المغلوبین. و محمد حتی بعد از رسیدن به پیغمبری این کار رو میکرد. حق جنگجوی پیروز اینه که زن جنگجوی شکست خورده رو ببره برای خودش. این زواج سبی بهش میگفتن، ازدواج اسیر. ولا یشترط فی هذا الزواج رضا الفتاة ولا رضا اهلها. و در این گونه ازدواج نه رضای اون زن، رضایت اون زن شرطه، و نه رضایت خانواده‌اش. حالا ببینیم که این محمد حروم لقمه چقدر از این زنها طبق تاریخ داشته. دختر رئیس قبیله بنی قریظه نمونه بسیار جالبش. باباشو کشت، گردن زد در اون روز، 2 برادرشو گردن زد، شوهرشو همون روز گردن زد، شبم برد باش خوابید. ولا یشترط فی هذا الزواج رضا الفتاة ولا رضا اهلها. در این گونه ازدواج
نه رضایت اون زن بیچاره مطرحه نه رضایت خانوادهش. این میگیره میبره، مغلوب کرده، شوهر خانوادهش رو کشته، میگیره میبره. و محمد این کار رو در بسیاری موارد کرده. این تاریخ، تقصیر من نیست. ببینید حالا من در بحث دیگه منو جای دیگه نکشونید که بیام اینا رو نمونه هاشو براتون بیارم. چندین نمونه این تاریخ برای شما داده. بله. و یقع زواج الصبی اذا لم يطلق صبی بفداء او من و اذا لم يحررها قومها من انبه. و این صبی کسی که اگر قومش نتونه بخرتش یا آزادش کنه، خلاص اون میمونه دیگه. اینام که محمد هم که کسی رو راهی برای آزاد شدنش نمیذاشت که کسی بیاد بخرتش از قوم خویشش آزادش کنه. همه قوم خویش طرف رو میکشت، زنه هم میبرد برای خودش. این به طور خلاصه من گفتم این صبی رو. زواج اما ببینید من از بس زیاده این شرگرها در تاریخ تازی، به راستی من احساس اینو میکنم که خیلی زیاد. خب بله. زواج الاماء و هو ان یتزوج العربی من امته التي یعدها من متاع و ملک. ازدواج کنه از امت خودش که التي یعدها من متاع و ملک. فاذا انجب منها، پس اگر بچه دار شد ازش، اولادن لا یحق لهم ان یلحقوا بنسبه، حقی نداره که به نسب خودش برگردونن این بچه رو. بل یذل عبیدا له، بلکه این بچه ها برای او برده باقی میمونن. خیلی جالبه این. بل یذل عبیدا له و اما و قد یعتقها و یعتقهم اذا رقب فی ذلک. این رو هم البته خب خیلی مفصل در موردش ضرب المثل ها برده، ولی ما چون میخوایم اینها رو تمام بکنیم، این ازدواج نکاح المشارکه او زواج صواحبات الرایات، اینم نگاه کنید. اینم هست نوعی از اینها. همه تمدن اون قومی است که اومدن میگن کوروش با خالش ازدواج کرد. این رو حالا چرا میگن؟ میگه هادی اسم خودت به من نهاده. این یه مسئله ضروریه. اینا این همه مصیبت رو که محمد بچه نکاح مشارکه و مبادله و همه این استبداع و غیره بوده، اینا رو ندیده میگیرن که خود محمد وقتی 50 ساله میشه به فرمان اربابش سلمان قانونی میده که این گونه ازدواج ها نباشه. درست نگاه کنید. بله. نکاح مشارکه، نکاح المشارکه او زواج صواحبات الرایات و هو ان یجتمع نفر من الناس فیدخلون علی المرأة لا تمنع من جاءها. یعنی مردم جمع بشن، همه با یک زنی نزدیک بشن، علی المرأة لا تمنع من جاءها، اونم من نکنه که هر کی میاد جلو باش هر کاری میکنه. اینم مشارکه است دیگه. و هن البغایا کن ینصبن علی ابوابهن الرایات الحمراء. اینا روی در خونهشون پرچم قرمز هم میذاشتن. صواحبات رایات همینجاست که رایه یعنی پرچم دیگه. پرچم قرمز میذاشتن. تکون علما فمن ارادهن دخل علیهن. این پرچم قرمز رو میذاشت، مشترک بود این دیگه، زن همسر اشتراکی پرچم قرمز رو میزد، میومدن به نوبت شوهرش میشدن و میرفتن. خود مادر محمد و علی جز این صواحبات رایات هیچ بعید نیست که بودن. این ببینید عیب نبوده. فکر نکنید که ما میخوایم عیب بگیریم از مامان محمد یا مامان علی جون. نه، این سنت بوده، این قانونشون بوده.
دلخور نشید از این که من میگم محمد وقتی میاد و بزرگ میشه و اینا و اربابش از اون ور مرزهای تمدن میاد پیشش، تازه به فکر میفته که حالا میرسیم بهش، آیه یا بندی رو یا بخشنامه رو صادر میکنه که آقا حق نداری با مامانت و خواهرت و عمت و خالت و این و این و این و این بخوابی. تموم شد. ولی تا اون موقع اینجوری بوده. خود محمد هم یکی از این قربانی شاید نبوده، خب زندگیشون اینجوری بوده. بله، تکن علما فمن ارادهن دخل علیهن. این پرچم قرمز رو میزد که آگاه باشن مردم، هر کی میخواد بیاد تو و با این زنان همسری بکنه. فاذا حملت احداهن و وضعت حملها، حالا اگر این حامله شد و بچه‌شو به دنیا آورد، جمعوا لها و دعوا لهم القافه. و این همون کاری رو میکنه که من به شما گفتم، یعنی جمعوا لها و دعوا لهم القافه. قافه یعنی هم قیافه است دیگه. این کار رو در زمان مزدک، موقعی که مزدک آمد و زن رو اشتراکی اعلام کرد و نوشیروان با او جنگید و مزدکی ها رو داغون کرد، بعد آمد 8 سال موند تا این بچه ها از مرز 7 سالگی می گذشتن و در سن 8 سالگی از زن می پرسیدن چند تا مرد باد بودن، کیا و کیا و کیا بودن در هنگامی که این بچه باردار شده. اون لیست اون مردا رو، نام اونها رو میداد، می آوردن، بچه شبیه به هر کدوم که بیشتر بود به اون میدادن. اینم دقیقاً همینه، میگه وقتی که این زن باردار میشد و به دنیا می آورد بچه‌شو، دعوا لهم القافه، جمع میکردن این بچه شبیه هر کدوم که بود. ثم الحقوا ولدها بالذی یرون فاستلحقوا به، اولاد رو میدادن به اون کسی که میدیدن این شبیهش هست، به اون ملحق میشد. و دعا ابنه لا یمتنع من ذلک، اونو به صورت بچه میگرفت و امتناعی هم ازش نمیکرد. والواقع ان نکاح المشاکره لیس زواجا حسب الاعراف و تقالید الشائعه عند غالبیت جاهلین و انما هو سفاح زنا. اما این در حقیقت میگه ازدواجی نبوده، این باز یه نوع زناست. حالا اینم خب خیلی مفصله. بعد از این خب ما انواع ازدواج ها رو تا پیش از این که اون آیه رو محمد میاره داریم اینجا که زواج الاخوه بالاخوات و الآباء به بناتهم. حالا اینم خیلی جالبه، ازدواج برادران با خواهران. این هم نکاح معروف و ثابت و یبدو ان ذلك اعتقادهم بالضرورة المحافظه على ملکیه و ثروه. این مال آدمای کله گنده بود که به ثروت و ملکشون میان خودشون باشه. این هم یه نوع ازدواج، چون دیگه گاه ما در حقیقت داره طولانی میشه. ایرانبانی گرامی، این همون ام الاحزاب توده است. بله، این همون مال توده است، اشتراکی خالصه. بله درود در تو روشن شد. بعد خب این هم از ازدواج خواهر برادر بود که گفتم براتون. بعد میاد نکاح تعدد زوجات به نسبت للرجل. این هم یه جا بود که همسران زیادی رو زن میگرفت، اینجا نکاح تعدد زوجات به نسبت للرجل که دیگه محمد عاشق این تیکه بوده و مونده براش. و طریقت ان یتزوج رجل عددا غیر محدود من نساء، که زن ازدواج کنه با تعداد بسیار زیادی از زنان. ای اکثر من زوج واحد فی آن واحد، بیش از یک زن در آن واحد داشته باشه هر چقدر میخواد. فهو فی هذا الحال شبیه به تعدد الازواج بالنسبه للمرأة. میگه این هم شبیه اونه که زنها هم تعدد ازواج داشتن اون موقع، ولی با اومدن محمد حق زنها خورده شد. زنها دیگه حق تعدد زوجات یعنی شوهرای متعدد نداشتن، این مون دیگه برای مردان. بعد هم نوع دیگر هست زواج البعوله او الاحادی و هو الذي كان شائعا عند ظهور الاسلام و یتم ان یخطب الرجل من الرجل ابنته
و یصدقها بصداق یحدد مقدار ثم یعقد علیها. مرد بچه‌شو میخواست و بعد به هر روی صداقی میداد و تقوم العائلة الأحادية على سيادة الزوج المطلقة في أسرة رغبة صريحة في ولادة أولاد تكون أبوبتهم ثابتة لا جدال فيها. وقد أقر الإسلام زواج البعولة وأبطل أو نهى في جملة ما حرم أو نهى أشكال النکاح الآخر. اسلام این نوع زواج بعوله رو همین است که امروز ما میبینیم که وجود داره، اینو میگه قبول کرد. همینجاست که ما میبینیم بعد بخشنامه رو محمد صادر میکنه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، حرام شده است بر شما مادرانتون و دخترانتون و اخواتکم خواهرانتون و عماتکم و عمهاتون و خالاتکم و خالهاتون و بنات الاخ و برادرزادهاتون دختر برادرها و بنات الاخت و دختر خواهرها و امهاتکم التی. چون تمام این نسل از این نوع نجس بودن، این بود که سلمان دید که با این بلبش و این وضع نمیتونن اینا حمله کنن بیان توی ایران. یعنی میدید که ایران از یک جهت مثل این که این از خواهر مادر خودش ترسید که بیان با خواهر مادر خودش، اما نمیدونست که این قوم بربری وقتی میاد دیگه قانون سرش نمیشه. و این است که در سن بالای 40-50 سال محمد این بند رو میاره که آقا مادرتون، خالتون، عمتون، دخترتون، خواهرتون فلان و فلان و فلان در شما حرام شد. این فرهنگ تازی است از کتاب جزیره العرب قبل الاسلام براتون خوندم. ببینید، امیدوارم که بچهای اینا به خاک بهش توجه داشته باشن و این رو به عنوان یاد بود از من داشته باشید. این برنامه ها رو ضبط بکنید، CD بکنید، به همه بدید. این تمدن عربی است که حالا این درازریش و اون تخم توده‌ای حرامزاده اومده و نیاکان ما رو نفی میکنه برای حفظ این تمدن لنگین، این بربریت کامل. و محمد خودش محصولی فراورده از این تمدن نجس، از این تمدن آلوده، مشوب، در هم ریخته، بی سر و ته، بی قانون، لجام گسیخته، بی ادب نسبت به حقوق انسان، بی ادب نسبت به حقوق زن. زن اصلا چه مفهومی داره بجز بعضی جاها که اون زنه حق داره مردان بیشتری داشته باشه، اونم اون جایی که قحطیه. اونم در حقیقت مردش نیست که وقتی یک زنی میره 8 شوهر میکنه که این که زن مردش نیست که دیگه، اون یعنی همون روسپیخانه سیاره بیچاره. این فرهنگی است که آمدن به ما تهمت میزنن، به ملتی که شهبانو همای رو داشته، به مردمی که شهبانو آذرمیدخت و پوراندخت رو داشته، به ملتی که کیسیاها و دلاوربانوان مرزبان رو داشته، به ملتی که گردآفرید رو داشته، به ملتی که گردیه رو داشته. خواهر بهرام چوبین چه دلاورزنی، چه شیرزنی که در سوارکاری و اندیشه و فکر از هزاران مرد از تمام مشاورین خسرو پرویز بالاتر و برتر بوده. شیرین خودش همچنین.